حرفشو بزنه. نمیذاریم حرف بزنم. نمیذاریم. گفتی تریبون حق نداریم. میخوام حرف بزنم. میخوام بگم نمیتونین منو به زور ببرین. بلیط خریدم اومدم تو سینما. نمیتونین به زور منو ببرین. میخوام در این فضایی که پر از نفرت البته هستن آدمای اندک دلسوز مسئولی مثل اسم بزن ببرم از خانم یک زن شجاع و قوی خانم نازنین پیرکاری که ازتون میخوام خواهش کنم تمام این سنگ هایی که به سمتتون پرت شده ازش بیان یه سنگر بسازیم. چرا مثل اینکه ما در یک جشنواره به سر نمیبریم، در یک جنگ فرهنگی به سر میبریم. من امروز احساس میکنم نه به خاطر خودم الان این چندمین بار این اتفاق میفته، به خاطر عواملی که زحمت کشیدن. میخوام ازشم تشکر بکنم و بگم آرزو میکنم روزی بیاد خیلی زود، شاید همین سال آینده، که جشنوارمون بیکینه فرهنگی و تخصصی برگزار بشه. این تنها خواهش من. مردم حرف بزنم. میخوام بگم خوشحالم که کنار شما مردم توی سینما این فیلم رو برای اولین بار دیدم. کنار شما مردم هستم. منم مثل شما بلیط خریدم تا بتونم اینجا باشم. این که خب از اونجایی که حضور من برای داشتن هر گونه تریبونی در جشنواره فجر خط خورده، گفتم فکر کردم بیام اینجا بیستم با شما مستقیم حرف بزنم، با شمایی که این فیلم رو الان شاهدش بودین، این فیلم رو دیدین، از شما بپرسم که چرا دلیل اینکه این فیلم در سودای سیمرغ حضور نداره رو قضاوتش رو به شما مردم و به تاریخ بسپارم. شاید برای خیلیاتون سوال باشه که این فیلم هست صداشو زیادتر کنی که صدای من اصلا نرسه، عادت همه سوال هست. شاید براتون سوال باشه که این فیلم الان تو جشنواره فجر هست. بله، در جشنواره فجر یک بخشی رو گذاشتن به نام زیادتر باریکلا، به نام نگاه نو، برای فیلماییه که هیچ دلیل منطقی نمیتونن برای حذفشون پیدا کنن. این فیلم‌ها رو میذارن تا از این طریق فیلم‌ها رو زنده به گور کنن. چرا میگم زنده به گور؟ چون از این طریق باعث میشه که فیلم در این بخش در هیچ زمینه، در هیچ رشته‌ای نمیتونه حتی حق کاندید شدن داشته باشه. و من ناراحتم برای خبرنگاری که بدون هیچ دلیلی زحمت کشیدم و نرمندان کار کردن و این حق رو دارن ازشون میگیرن. میخوام بگم با حذف هنر شما از جشنواره فجر هیچ چیزی از ارزش شما کاندید شما رو قضاوت میکنه و سیمرغ اصلی رو باید از مردم بگیری. شما نمیتونین جلوی حرف زدن ما رو بگیرید. من میخوام که از نخبه های کشورمون، از جمله نویسنده این فیلم آقای کاظم دانشی که بسیار جوون و با استعدادن، خواهش کنم که اجازه ندن این موانع باعث بشه که دلسرد بشن. خواهش میکنم که به خاطر این مردم بمونید در این خاک و نذاریم که سینمامون هم مثل خیلی از چیزای دیگه بمیره. من میخوام در اینجا تشکر کنم در این فضایی که پر از تفرقه اندازی و نفرت پراکنی